اگر شما به غم چوکی هستین، به غم پول هستین، به غم دیگه هستین، به غم دیگه هستین، برین بین خود که هر کار میکنین بکنین. این گناه ما چیست؟ گناه از اینا چیست؟ گناه از این ملت چی است؟ به خاطر چی؟ آیا ما جرم کردیم که اسلام هستیم که دنبال یک لقمه نان خود هستیم؟ مرا به قماندانی چی؟ مرا به رئیسی چی؟ مرا به رئیس جمهور چی؟ بان بلیاز خدا، بلیاز قرآن. مگم شما اولاد ندارین؟ مگم شما ناموس ندارین؟ مگم شما بچه ندارین؟ اگر امروز اولاد خودت همه تو شوه، آیا چی میکردی؟ آیا چی میکردی؟ نکنین بلیاز خدا، نکنین بلیاز قرآن، نکنین بلیاز لا اله الا الله محمد رسول الله. کلگی مسلمان است. پشتون قبلش کدام است؟ ازبک قبلش کدام است؟ پیغمبر هر دویتان هم یکی است. یکی به نام ازبک، یکی به نام پشتون، یکی به نام هزاره، یکی به نام ترک، یکی به نام تاجیک. یک دیگرتان میکشین. چرا؟ بس نیست 40 سال این جوانا را این رقم دفن خاک میکنین؟ بس نیست؟ میخواین چی کار کنین این مملکت؟ این مملکت میخواین به چی کار کنین؟ من گپ خدا به یک شعر ختم میکنم. عاقبت خاک شود حسن و جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو. قاره امروز به نام من و فردا دیگری است، میخورد تیر اجل بر پر بال من و تو. مال دنیا نشود صد رهی مرگ کسی، مال دنیا نشود صد رهی مرگ کسی. گیرم که این کل جهان باشد از آن من و تو. بشنوین سردم دران این مملکت، هر کسی که امروز به قدرت هستی به این مردم رحم کن. مردم ها زجر نتین از این بیشتر، نکشین از این بیشتر.